به نام خدا. جلسه 8 از عملیات RS که تو این جلسه با استفاده از NV کلاسیک میایم یه تصویر خام داریم که کامل خامه و تصویر هم داریم که تقریبا اونم خام. این دوتا رو میخوایم به روش‌هایی ژئورفرنس کنیم. میایم تصاویرمون رو باز میکنیم، داده هامون رو میاریم، یکی از داده هامون اینه که میبینید مختصات نداره ولی خب تصویر هستش. یکی دادمون کامل خامه و هیچی نداره که اونم میاد. هم که کامل خامه میبینید. البته رو هم لود کنیم. خب هر دو رو آوردیم. برای اینکه این دوتا رو ژئورفرنس کنیم میایم از قسمت مپ، قسمت georeferencing from input geometry، قسمت georeferencing from IGM رو انتخاب میکنیم. اینجا یکی از تصاویر که تصویر true image رو انتخاب میکنیم که این تصویرمون شه. اوکی. اینجا از من x تصویر رو میخواد، x تصویر خام رو میخواد. اوکی رو میزنیم. حالا ایگرگش رو میدیم. اینجا مشخصات رو وارد میکنیم که UTM زون 13 هستش. بعد از ما 2 تا خروجی میگیره اینجا M13 output. کی رو میزنم؟ بله این 2 تا خروجی رو از ما اینجا میگیره. پیکسل سایزش هست، اینم که آوتپوت روتیشنش هست. خروجی میدیم توی دسکتاپ. خروجیمون رو اسمش رو میزنی ژئورف. ژئورف IGM. اوپن رو میزنیم. یه خروجی دیگه میدیم اینجا. این هم ژئورف
اوکی رو میزنیم و ثبت میکنیم که این دوتا جا رفرنسینگ بشن. و تصویر جیو رفرنس شدن اینجاست که از 3 باند تشکیل شد. میبینید که مختصات زمینی داره. تمام.